تو منو قبول داری یا نداری؟ کاملا. خب پس مسئولیتش با من. بسیار خوب. فقط بسیار خوب سیامک. خیلی وای اصلا جای کات بگو عزیزم بگو کاملا بیرسته چی دلدلکی هم هستم نه یه دو تا بزنه ولی من میگم اصلا بیهوشش نکنیم، بی‌حسی موضعی بدیم، اینجوری هم واسه ما کم خرج تره هم میترسم از این. خب من میگم اصلا بیهوشش نکنیم بریم. بله خب کی آخه؟ دیگه بریم دیگه بذار ما بریم این کار انجام بدیم. آقایون داداشم گفته باشم تو اتاق عمل فقط من و این داداش حق داریم بریم اون، همینی که گفتم. خیلی خوب آقا این داداشاش کیان؟ عزیزم ولش کن بذار ما کار خیلی من از برگشتیم. منم برگشتم. این چرا؟ آقایون داداشم گفته باشم به غیر من و این داداشه هیچ که دیگه حق ندیره لنگیش بذاره تو اتاق عمل. چیه بار آقا این داداشاش کیه؟ عزیزم یاد سکانس پشت دستشوی پاورچین افتاد. دکتر داداش دستگلت اک تمیزه این که رودش بازه. خب من اینا ندارم. دسپلی من اون نه اون نمیخواد از اینا نمیدونه. بریم همه دارم زیر میخندم. من ندارم. نه خب بریم. این کلیه همون قلوه است. آره بفرمایید دکتر. نه کلیه همون قلوه است. نه فشارشو بگیر داداشه کلیه همون قلوه است. زال شو اینو بگیرین. جت ملک اینجی ماسماس یعنی کلی پرسیلین و جا و نمیدونم امکانات و خدماتش اینا کلیش ماسماس. آقای زهتاب ها تماس شماست. خب ببخشید بنده عرض کنم خدمتون در بیمارستانی که ماس ایناست و بنده به عنوان مدیرش هستم. بشو ها